أينما كنا أينما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که شما از خوابتون ترسیده میخیزید یا عموما همین دعا رو وقتی که انسان بیگاهی میشود این دعا رو میخواند، همون یگان چیزی به او تاثیر نمیکند از حشرات های گزنده، اگرچه گزدن بر او تاثیر نمیکند. که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بگویید اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان یحضرون فانها لن تضره. پیامبر میگویند که اعوذ بکلمات، من پناه میبرم به کلمه های الله. کلمات الله این قرآن میباشد که کامل است، شافی است، که با سوره های فلق و سوره ناس انسان ها مثلا خودش رو معالجه میکند، به کافی شوف میکند بدنشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم مالش میکردن، معالجه میشد. که این قرآن شافی شفا است. اعوذ بکلمات الله التامات، این مبارک است، قرآن کامل است و شافی است و کفایه کننده می باشد. و از غضب الله پناه میبرم، و عقابه، از عقاب جزای الله، و من شر عباده، و از شر بندگانش، خواه اینس باشد خواه جن، و از وسوسه شیطان، و من همزات الشیاطین، و از وسوسه های شیطان. که انسان وقتی که شیطان وسوسه میکند، در حقیقت به هر کار میرود یا میترسد خود به خود از وسوسه های شیطان. انسان به الله پناه میبرم، میگن و ای یحضرون، تا اینکه حاضر شود. وقتی پناه میبرم که او حاضر شود. وقتی که شیطان بر کسی مسلط می شود، حاضر می شود از طاعت کردن، از عبادت کردن، می ترسد، خود به خود خودش رو ترس فرا می گیرد. بنابر همین این دعا کافی از شفا، کفایت کننده می باشد. حتی بعضی از صحابه ها با پیامبر گفتند که مرا دیروز مثلا همون یک کژدو میگزید که بسیار دردش سنگین بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که این دعا را میخواندی بر تو تاثیر نمیکرد. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. باید مسلمان با این دعاها قلعه های خود را مستحکم کند. حفظ کردنش آسان است. اگر چنده که کژدم میگویند گزد هم به او زهرش تاثیر نمیکند.